امیدوارم گمم کرده باشی. برو فقط برو. بابا بی خیال جون مادره. اوی بابا گردنم بابا گردنم گردنم چیه گردم گایده شد. سمیه تویی؟ خیلی نجاتت دادم دیگه. هر دفعه برکنتو نجات بدم. الان دیگه رسما داری امتیازگیری میکنی. من دارم با بازی میکنم. ای بابا چرا این حرومزاده نمیمیره؟ هیچی نمیکشدت نه؟ پوکیت. امیدوارم کارت خروجی داشته باشی. آره بیا این مال توه. خیلی دوست دارم بدونم تو اون چیه. شاید بعد اینکه گوش کردم بهت گفتم فعلا بیا از اینجا بریم بیرون. از حق نگذریم دختر مشکلی. نه صبر کن اون دختر منه. بابایی جانه بابا من اینجام. آروم باش باشه. آروم باش. تو پلیسی؟ بس بهم بگو چطور دختر نازنینمو نجات بدم. چطور میتونم مغزشو با شاتگان برات خالی کنم. دهنتو گاییدم مرد. خب میگی چی کار کنم؟ تو بگو سمیه. اون یه زامبیه دیگه. قربان اینجا امن‌ترین راه خروج از شهره. اوکی ببینیم. یا ورفت نیم اینجا الان کجاش امنه مشتی؟ یعنی بیله نیم لعنت بهت نیم دهنتو گاهیدم نیم یا ابوالفضل. بابا بیخیال جون ما. این چه انیه باز اینجا من گیرش افتادم. تو فقط یا ابوالفضل بابا نیم دهنت ریدم نیم خاندانتو نیم. بودو اگر تو کس منت حروم زیادی. پوفیوز اینا کار ویلیام. دست بالا. دکتر رضایی این کسیه که دنبالشم. زیاد وقت نداریم. باید فرار کرد. ویروس جی کجاست؟ تو داری دنبال هیچی میگردی. تو در خطری دکتر. چه جالب. هی وایسا ببینم. نه سمیه واسه. تو هیچ وقت دستت به ویروس جی نمیرسه. از یه دانشمند همچین توقعی نداشتم. درد میکنه لامصب. ایلیا نگران من نباش. فقط برو نذار اون حروم زاده فرار کنه. نه خب من واقعا میخوام بدونم تو عقل سازنده ها چی. آخه کدوم مأمور ویژه کسخلی با کفش پاشنه بلند و بالاتنی لخت و پایینتنه جذب میره زامبی بکشه؟ داریم این سگ و گرده دنبال هم میکنیم. این بازی برای تو تمام شده. تو باختی. به من بگو ببینم شوهرت هنوز زنده است یا با ویروس جی کشتیش؟ اونم برای تحقیق. اگه ویروس جی رو ندی آزمایشگاه لو میدم. آره بعد از اینکه من زدم کجاست وقتی
این کار سمیه است. سمیه؟ لعنت بهش. اینجا برو پایین یا اولفس. چه خبره اینجا؟ چی اینجا این شکلیه؟ اصلا از این صدا خوشم نمیاد. اون چیه اونجا؟ ها؟ سمیه تویی؟ باید دووم بیار، دارم میام کمکت. نه اینجا یک پازل داریم. به نظر چیه؟ تخته رو نگاه شاید نوشته. او کسخلی چرا باید بنویسن آخه اینقدر راحت؟ حالا تو نگاه کن ببین نوشته یا نه. اوکی نگاه میکنم. نوشته که برای حل پازل نیاز مهره شطرنجه. حالا چه میدونم کدوم مهره مال کجاست؟ روش نوشته. نه این نوار کاست دارم. به نظر چیه؟ بذار ببینیم قربان ببینیم چیه. اوکی الان میزنم ببینیم چیه. گذاشتم. امیدوارم چیز خوبی باشه. نه من میرم چشام با اسید بشورم. نه اینجا گاف صندوق داریم. بازشون ببینیم چیه. رمزشو ندارم. بغلشون نگاه شاید خب نوشته. احمق چرا بر رمزش کنار گاف صندوق بنویسه؟ نوشته که کدوم خری رمزش گاف صندوقشو بغل گاف صندوقش مینویسه؟ نکنه تو بودی؟ کی رسید؟ نه این ببین چی پیدا کردم. آتش افکنه کون زامبیا پاره است. قربان یه زامبی سوخاریمون نشه. ایول. این عروضاتش کسکش نیا. خارکسته نیا. نه این نقطه ضعفش چیه؟ قربان بیجی. قربان میشه بپرسم بمبی که انداختین چه رنگی بود؟ آبی رنگ بود. برای چی؟ زن تو گاهیدم قربان. You are my sunshine, my only sunshine. سمیه طاقت بیار دارم میام. بودو اومدم نجاتت بدم. بکش پایین اینو. ای لعنت بهش. برق نیاز داره. امیدوارم این توی کنتور برق باشه. خب بالا پایین. اوکی عالی شد. سمیه اومدم نجاتت بدم. این چیه دیگه؟ کلم آی برومی فرار. خب داداشی دیگه این دفعه دیگه کونت پاره است. بیا ببینم خواهی چه گوی بخوری. بیا ادیتور بزن بریم. داره برق میباره زیاد که زمستون که بیاد بی بلو بپوشون گردن تو هرچی میپوشی میاد بی دونه برق میریزه رو مجه ها تو این دلم میریزه دوتا این دوران شمشک و بقیه بچه ها میگن که من شد چند دیگه بیا پینگ بزنیم و مرشیم و بقیه هایی بسن کن دیگه هوا خیلی سردی یخ زدم برو بغلم کن دیگه آتش رو روشن کن دیگه بیا پینگ بزنیم و مرشیم و بقیه هایی بسن کن دیگه. نه اوی الان چی شد؟ ای بابا نه باید اینجوری تمام شد. آقا از اول بریم.
این دفعه دیگه کونت پاره است حرومزاده. اینا چشمای در فریاد میزنه توی قد کاری بگی این منه شب میره راست میره هی دل میبره هر جا برم واسه یه دیدن اون گل میخرم دارا ندارم آباش میذارم جز خودش با هیچ کسی کار نداره یکی برسه به دار تو چرا هر پارت از یه جا پرت میشی پایین مشتی؟ تموم شد بالاخره. حرومزاده مرد. سمیه دووم بیار. اومدم. بپن اینو. کامان زود باش. سمیه کجایی سمیه؟ اینجام. سمیه چی شده؟ چه اتفاقی برات افتاده؟ نمیتونم درش بیارم. میترسم درش بیارم سمیه. خفه شو، فقط انجامش بده. باشه، فقط ممکنه یکم درد داشته باشه. صبر کن. باید ضد عفونی کنم قبلش. آروم باش خواهشم. فقط آروم باش، اوکی؟ این زخمتو بهتر میکنه. تا فرصت داری از اینجا برو. نه سمیه، من بدون تو هیچ جا نمیرم، تو هم با میای. تو نمیفهمی. باز از چیزی که فکر میکنی تخمی تره. به این راحتی ها دست من راحت نمیشی. تو جون من رو نجات دادی، حالا نوبت منه. متوجه شدم داری امتیازگیری میکنی ها. خب دستتو بده من بلند شو. باریکلا. از شونم بگیر بیا. نمیخواد یه وقت اوف میشی. باشه، فقط میخواستم اذیت نشی. مراقب باش کله پا نشی فقط. پس میخوای کمکم کنی. باید به نست برسیم. نست؟ آزمایشگاه امبرلا زیر زمین. ترکتم اونجا رو به کار داد. اونجا جاییه که میتونی نمونه ویروس رو پیدا کنی. بعدش آماده ای؟ فکر کنم بتونم تو برنامه امروزم جاش بدم. پس بیا قراره به گاه بریم. آره، بگاهی منتظرمونه.